یه چیزی بگم. امروز رفته بودم مطب دکتر، بعد سوار ماشین که شدم راننده شروع کرد نالیدن از زندگی، از خستگیاش، از اینکه کسی حالشو نمیپرسه، کمکش نمیکنه. خواستم بگم که اگه امروز خسته ای، اگر زندگیت سخت شده، بدون که همه همینجورن و هر مسافری که سوار ماشینت میشه فقط یه مسافر نیست. یه آدمه که میتونه با یه لبخند خستگی تو کم کنه. خلاصه گویا کاش میشد یکی کمکم کنه بتونم رو پا وایسم. منم این قولو بهش دادم که یه ویدیو میگیرم، با مخاطبام صحبت میکنم و اگر کسی مایل بود کمک کنه من شماره تلفن شما رو در اختیارش میذارم. بهش گفتم که شما با یه کار ساده یه نفر رو به یه مقصد میرسونی، نون در میاری و به خانواده میدی و اینو بدون که خیلی ارزشمنده، خیلی با ارزش. این من خسته نباشی میگم به کل راننده های کشور که تو این گرما دارن ای استارت و دنده و خلاصه گاز میدن و مسافرها رو تو این گرما جابجا میکنن و سپاسگزارشون هستم. دنیا با آدمای زحمتکش مثل شماها میچرخه. یه روزم میاد که دستای شما به آرامش میرسه، فقط شما ادامه بدید و همینجور قوی. من صحبت شما رو به مخاطبای نازنینم رسوندم. امروز دقیقاً 6/5/1404 و در همین ساعت، یعنی 5 دقیقه به 1 من وارد منزل شدم، وفا به عهد کردم. لطفاً اگر کسی میتونه، حالا نه این راننده، اصلا افراد دیگر جامعه رو کمک کنین خیلی زیباست. یا حق. دوستتون دارم. پایدار و پاینده باشید.